سنه 30 مارت در طلوع فرهنگی مکتب تحصیلاتی میانه عمومی رقم 31 ناحیه شامنسور شهری دوشنبه دور ناحیوی آزمون شهری زبان دانی جهان دانی برگزار گردید. مورد به ذکر است که آزمون شهری زبان دانی جهان دانی تحت سرپرستی رئیس شهر دوشنبه با مقصد اجرای برنامه دولتی تکمیل تعلیم و آموزش زبان‌های روسی و انگلیسی در جمهوری تاجیکستان تا سال 2030 گذرانیده می شود. ابتدا گلمرادزاده قدرت‌الله مدیر شعبه رشد اجتماعی و رابطه با جامعه دستگاه رئیس ناحیه شامنسور به شرط‌های اساسی آزمون با شرکت کنندگان مشورت کرد. دور شهری این آزمون معرفتی در ناحیه شامنسور با راهبری مسئولین مرکز رشد استعدادهای ناحیه شامنسور شهری دوشنبه برگزار گردید. مقصد اساسی برگزار نمودن آزمون شهری زبان دانی جهان دانی سایقل دادن ذکاوت خوانندگان اینچنین دریافت و معرفی استعدادهای نو میباشد. در دور ناحیوی آزمون مذکور 170 نفر غالبانی که در دور مؤسسوی غالب آمده بودند جلب کرده شدند. از این شماره نام برده 97 نفر خوانندگان مؤسسه تحصیلات میانه عمومی باشند و 73 نفر دیگر باشد از حساب لیسه و گیمنازیای حدود ناحیه شامنسور به حساب میروند. باید تاکید کرد که این آزمون با مقصد هوسمندگردانی خوانندگان به زبان آموزی، صیقل و انکشاف دادن جهانبینی خوانندگان، اینچنین دریافت و معرفی استعدادهای نو در این سمت برگزار می‌گردد. بیشتر اشتراکچیان این آزمون معرفتی با غالبیت خویش در این آزمون باوری کامل دارند، زیرا بغیر از برنامه‌های تعلیمی آنها باز در مرکزهای زبان آموزی همجای دانش خود را پیوسته تکمیل می‌دهند. من زبیدالله‌زاده مولوده خواننده صنف هشتم مؤسسه تعلیمی دولتی گیمنازیای رقم 2 برای خوانندگان بالایاقت شهر دوشنبه میباشم. ما خوانندگان که در بسیار آزمون‌ها و المپیادهای جمهوری اشتراک میکنیم، آزمون زبان دانی جهان دانی نیز یکی از آزمون‌های میباشد که برای تکمیل دادن زبان دانی ما مساعدت می‌نماید. چطوری که شاعر گفته است هر کس به زبان خود سخندان گردد، دانستن 100 زبان آسان گردد. ما نیز امروز در این آزمون اشتراک می‌نماییم و امیدوار هستیم که به همه شرط‌های آزمون سربلندانه جواب داده در سزاوار جای می‌گردیم و فخری مؤسسه و ناحیه خود می‌گردیم. Меня зовут Сабрина, я учусь в Тажикском техническом лицее имени академика Осими. Я считаю, что нужно проводить такие конкурсы для того, чтобы ученики расширяли свои знания. И у меня есть надежда и вера на то, что я получу место. من جابر بزوحال هستم، خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 48 ناحیه شامنسور شهری دوشنبه. در برابر آموختن فنهای تعلیمی در مکتب، اینچنین در وقتهای خالیگی هم با آموختن زبانهای خارجی مشغول میشوم و باوری دارم که در این آزمون جای نمایان را اشغال میکنم. تشکیل و برگزار نمودن این گونه آزمون‌ها برای تکمیل دانش خوانندگان و برای انتخاب کسب درست در آینده مساعدت می‌کند. در آزمون مذکور شرط‌های زیرین جای داده شده‌اند: مهارت سخنوری با 3 زبان، نوشتن اسه با 3 زبان، قرائت شعر با 3 زبان، امرای درست کلمه‌ها در متن و ترجمه. پیشنهاد متن بدیعی زبان تاجیکی با زبان‌های روسی و انگلیسی پیشنهاد می‌گردد. باید یادآور شویم که جهت هوسمندگردانی اشتراکچیان فعال آزمون مذکور مکافات‌های پولی و سپاسنامه و افتخارنامه‌های مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه شامنسور تشکیل کرده شده است. در روز اول قسمتی املای درست کلمه‌ها و نوشتن اسه با 3 زبان میان 170 نفر غالبان دور مؤسسوی گذرانیده شد. روز دوم قسمتی دوم با طریق شفاهی گذرانیده می شود که از داوطلبان آزمون مهارت سخنوری را با 3 زبان طلب می نماید.